سلام به همگی. امیدوارم حالتون عالی باشه و هر روزتون بهتر از دیروز. امروز قراره با هم تاریخچه به وجود اومدن یکی از خوشمزه ترین خوردنی های دنیا رو بررسی کنیم. بستنی. بستنی توی همه جای دنیا طرفداری خودشو داره. حتی توی کشورهایی که آب و هوای سردی هم دارن این دسر به فروش میرسه. شاید عجیب باشه ولی بیشترین مصرف بستنی متعلق به کشور فنلانده. فنلاند یک کشور سردسیر و اکثر روزهای سال اون ابری یا برفیه. با این حال مردم فنلاند علاقه خاصی به بستنی دارن. جایگاه‌های بعدی هم به ترتیب به کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزلند و آمریکا میرسه. ایران تو مصرف بستنی نسبت به باقی کشورها تو جایگاه 36م قرار داره. مردم فنلاند به طور متوسط سالانه 17 لیتر بستنی مصرف میکنن که این مقدار برای مردم ایران سالانه 2.5 لیتر بستنی هستش. اما قدمت این خوراکی خوشمزه توی دنیا و توی ایران به چند سال قبل برمیگرده. بهتر اول با تاریخ پیدایش بستنی توی دنیا شروع کنیم. پیدایش بستنی در جهان. طبق تحقیقات اولین بستنی که به دست انسان به وجود اومده برمیگرده به 60 سال قبل از میلاد در روم باستان. ولی اون زمان که هنوز یخچال و فریزر وجود نداشت، بستنی چجوری وجود داشت؟ در اون زمان امپراتوری در روم وجود داشت به اسم نرون. این پادشاه دستور داده بود تا افرادی به بالای کوه برن و از اون بالا برف و یخ جمع آوری کنن و به پایین بفرستن. نرون این برف ها رو با عسل یا شراب مخلوط میکرد و مصرف میکرد. این شکلی نمونه های اولیه بستنی شروع به شکل گرفتن کرد. در طول زمان برف و شیره جای خودش رو در بین مردم هم وا کرد و فقط پادشاه ها نبودن که اونو مصرف میکردن. مردم یخ رو با موادی مثل میوه، عسل یا عصاره میوه ها و گیاه ها مخلوط میکردن و میخوردن. اما یه مشکلی وجود داشت. عامل اصلی این خوردنی یخ بود، ولی همه مردم دنیا به یخ دسترسی نداشتن. اینجا بود که صادرات یخ شدت میگیره. توی هر قاره کشورهایی بودن که هوای سردی داشتن یا به مناطقی مثل کوهستان‌ها یا دریاچه‌های یخزده دسترسی داشتن. این کشورها یخ‌ها رو به قطعات یک اندازه برش میدادن. بعد اونها رو توی کشتی‌ها، عرابه‌ها یا قطارها می‌چیدن و دور اونها رو با پوشال محفوظ می‌کردن و به کشورهای دیگه صادر می‌کردن. سالهای زیادی گذشتن و همونطور که علم و تکنولوژی انسان‌ها پیشرفت می‌کرد، بستنی هم پیشرفت می‌کرد. دیگه خبری از برف و شیره نبود. مردم اروپا با ترکیب شیر و شکر و خامه بستنی‌های مختلف و خوشمزه‌ای درست می‌کردن. چون ساخت این بستنی‌ها طول می‌کشید و سخت بود، قیمت بالایی داشت و یه خوراکی لوکس محسوب می‌شد. اکثرا افراد ثروتمند اون رو مصرف می‌کردن. توی سال 1840 خانم نانسی جانسون اولین دستگاه مخصوص تولید بستنی رو می‌سازه و وارد بازار می‌کنه. این دستگاه به شکل استوانه بود که داخلش یه ظرف دیگه قرار داشت. توی اطراف ظرف داخلی یخ و داخل ظرف مایع بستنی ریخته می‌شد. اما یخ به تنهایی اونقدر سرما تولید نمی‌کرد که مایع بستنی منجمد بشه. یخ دمای 0 درجه داره و فقط میتونست به عنوان خنک کننده استفاده بشه. ولی برای تولید بستنی به دمای منفی 20 درجه احتیاجه. اونا متوجه یه چیز شده بودن. اگه به یخ مقداری نمک اضافه بشه، یخ رو با سرعت بیشتری آب میکنه و این واکنش سرمای بیشتری تولید میکنه. اونا با این کار میتونستن دمای ظرف رو به منفی 20 درجه یا حتی منفی 40 درجه هم برسونن. اختراع این دستگاه باعث شده بود تولید بستنی به شیوه تجاری راحت‌تر بشه و در نتیجه قیمت بستنی کمتر بشه و عموم مردم بتونن از اون لذت ببرن. چند سال بعد یه مهندس آمریکایی اولین یخچال با موتور برقی رو اختراع میکنه. این باعث میشه تولیدات بستنی وارد مرحله جدیدی بشه. گسترش بستنی در ایران. از گذشته‌های دور درست کردن بستنی با برف و شیره و گلاب و زعفرون توی ایران رواج داشته. ولی ساخت بستنی به این شکلی که الان هستش حدود 70 ساله که توی ایران وجود داره. توی ایران هم زمانی که یخچال وجود نداشت از تکنیک یخ و نمک بستنی درست میشد. داخل یه ظرفی یخ ریخته میشد و با مالوندن شیر و ثعلب و زعفرون به دیواره اون بستنی درست میکردن. در اون زمان 2 ایرانی بودن که جزء اولین کسایی بودن که شروع به تولید و فروش بستنی کردن. اولی اکبر مشتی بود و دومی محمد ریش. اکبر مشتی توی سال 1250 به دنیا اومد. اسم اصلی اون اکبر جعفری بود ولی بقیه به اون اکبر مشتی میگفتن.
اکبر مشتی سختی‌های زیادی رو برای ساخت بستنی می‌کشید. اون ابتدا برای اینکه طرز تهیه بستنی رو یاد بگیره به ایتالیا مسافرت میکنه. بعد از اینکه همه چی رو خوب یاد میگیره به ایران برمیگرده و توی تهران یه مغازه میزنه. اون زمان هنوز یخچال وارد ایران نشده بود. اکبر توی فصلهای پاییز و زمستون به کوهستانهای اطراف تهران میرفت و برف و یخ برای تولید بستنی جمع میکرد. اون چاله‌های 50-60 متری میکند و یخ‌ها رو اونجا انبار میکرد. اینجوری میتونست توی فصلهای گرم هم از اونها استفاده کنه. اکبر مشتی روز به روز شهرت بستنیاش بیشتر میشد و مردم بیشتری به خوردن بستنیاش علاقه‌مند میشدن. اون با شیر تازه و خامه بستنی‌هایی درست میکرد که طعم خیلی خوشمزه‌ای داشتن. چند سال که از کار اکبر مشتی میگذره اون با محمد ریش آشنا میشه. محمد ریش هم تو کار بستنی فروشی بود و با دربار و شاه اون زمان که مظفرالدین شاه بود ارتباط داشته. اکبر مشتی هم به واسطه محمد ریش وارد دربار میشه و اونجا هم اسم و رسمی پیدا میکنه. حتی یک بار که شاه داشته به فرانسه مسافرت میکرده اکبر مشتی رو هم با خودش میبره و اکبر اونجا برای شاه و مهموناش بستنی درست میکنه. امروزه دیگه تهیه بستنی مثل گذشته نیست. با اومدن ماشین آلات و دستگاه‌ها تولید بستنی صنعتی شده و میشه نیازهای یک کشور رو به راحتی تامین کرد. بستنی‌ها هم روز به روز متنوع‌تر میشن و هر چند وقت یک بار شاهد به وجود اومدن یه طعم جدید هستیم. بستنی فروشی هم تبدیل به یه شغل رسمی شده و مردم در کنار رفتن به سینما و رستوران یکی از تفریحاتشون رفتن به بستنی فروشی‌ها شده. شاید تو آینده این خوراکی بتونه باز هم پیشرفت بکنه و به شکل جدیدتری درست بشه.